الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان این درس های مبارک را شروع میکنیم از کتاب مختصر از سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم از ابن هشام و همچنین کتاب لمعة الاعتقاد در باب عقیده اسم و صفات و عقیده در باب اسم و صفات و همچنین توحید الوهیت قسمت از آن از شیخ ابن قدامه مقدسی است. سلکر را کنی مردم داخل شوند، انشاءالله که درس را شروع میکنیم باذن الله تعالی. صدا هست؟ صدای من است؟ اگر صدا باشد نویسید که صدا هست. صدا باشد نویسید که صدا هست. و علیکم السلام و رحمت الله. صدا هستن؟ بله هست. بارک الله فیکم. صدا باشد خوب. بهترین. خیر، با فضل و توفیق الله سبحانه و تعالی درسای خود را از این زندگی نامه سرور دو جهان شروع میکنیم. اولا با بسم الله الرحمن الرحیم شروع مینماییم و نقطه های را از درس گذشته که ما گرفته بودیم خلاصه آن را بیان مینمایم که در چه موضوع ما صحبت کرده بودیم. سپس درس نو را شروع میکنیم. ما در درسی که گذشته گرفته بودیم از زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم در بیان درسی اولی که گرفته بودیم، درسی اول رو خلاصه شو ذکر نماییم و درس ها رو حتما گوش بدهید. از زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم را ما درسی اولی که با همراهی شمایان گرفته بودیم در این زندگی نامه مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم مختصر از سیرت النبوی از ابن هشام، اولا در علم سیره نبوی شریف سخن کرده بودیم و اهمیت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و ثمره های آموزش سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین در بیان ترجمه صاحب کتاب ابن هشام، ترجمه حالش و سپس دوره مکی بودن پیش از نبوت
پیش از رسالت و نبوت صحبت کرده بودیم. سپس ذکر نسب پاک پیامبر صلی الله علیه و سلم و سپس ذکر نظر عبدالمطلب برای ذبح یکی از فرزندانش. سپس ازدواج عبدالله با امینه بود و سپس مرگ عبدالله و تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم و آوان شیرخوارگی او و نسب پیامبر صلی الله علیه و سلم از رضایتش و برادران پیامبر صلی الله علیه و سلم از رضایت و حادثه حلیمه درباره آن چی که از خیر، از نیکویی از جهت رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده بودند و همچنین بازگشت حلیمه با پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به نزد مادرش هنگامی که سینه پیامبر صلی الله علیه و سلم شکفته شد و ترسیده بودند و همچنین قصه او صلی الله علیه و سلم و پیامبرانی که پیش از او بودند گوسپندچرانی کرده بودند و افتخار او صلی الله علیه و سلم بر منصبش قریشی و شیرخوارگیش از بنی سعد و سپس وفات امینه و حال پیامبر صلی الله علیه و سلم با بابایش عبدالمطلب و پس از آن و وفات عبدالمطلب و مسئولیت عباس در باب ساقی آبدهی که هنگامی که عبدالمطلب وفات کردن این رو عباس با عهده گرفتن و کفالت ابوطالب بعد وفات بابایش بر پیامبر صلی الله علیه و سلم و ملاقات پیامبر صلی الله علیه و سلم با بحیره و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره حفظ الله سبحانه و تعالی از او از آوان کودکیش و جنگ فجر که در آنجا پیامبر اشتراک کرده بود و همچنین صحبت کرده بودیم در درس اول در بیان ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم با خدیجه و فرزندان پیامبر صلی الله علیه و سلم از خدیجه و فرزند پیامبر ابراهیم علیه السلام از ماریه قطبیه. این در درس اول بود. اما آنچه که ما در درس دوم گرفته بودیم از درباره دو جهان صلی الله علیه و داستو صلی الله علیه و سلم میان قریش و گذاشتن آن سنگ و خبر دادن کاهنان عرب و علمای یهود و راهبان از اینکه پیامبر و سپس نهانی را شروع نمود. گفتیم با اقرا نبی شد، با مدثر و اولین چیزی که با آن که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتیم رؤیا بود، خوابهای صادقانه بود، خوابهای راستین بود و همچنین سلام دادن سنگها و درختان صلی الله علیه و سلم و آغاز نزول وحی در اینجا شروع شد. الله صلی الله علیه و سلم در غار حرا قرار داشت. در غار حرا گفتادن پیش از اسلام آنجا میرفت ماها قرار میگرفت، عزله میکرد، از مردم دور میشد و رسول الله صلی الله علیه و سلم با خدیجه آنچه که در غار حرا دید، آن رویدادهایی که بود نقل کرد. بین او بین جبرائیل علیه السلام گذاشته بود، نقل کرد. خدیجه رضی الله عنها این قصه ها را که واقعیت را به نزد ورقه ابن نوفل رفته نشست و این قصه ها را قصه کرده. حادثه رسول صلی الله علیه و سلم را بر ورقه نقل کرده. سپس با صحبت کرده بودیم در بیان آغاز نازل گشتن قرآن، اسلام آوردن خدیجه بنت خویلد زن پیامبر صلی الله علیه و سلم و در این مدت یک چند مدت در این وقت گفتیم وحی قطع می شود، قطع شدن وحی، بعد نازل شدن سوره دوحا، آغاز فرض گردیدن نمازهای 5 وقته و معین کردن وقتهای نماز از جانب جبرائیل علیه السلام و خواندن نماز همچنین بر پیامبر تعلیمات از وضو تا نماز را و سپس اسلام آوردن علی ابن ابی طالب را صحبت کردیم و همچنین زید ابن حارثه و ابوبکر صدیق و یاران ابوبکر صدیق
تا اینجا رو ما با همراهی شمایان صحبت کرده بودیم و درسی سومی که ما گرفته بودیم در از زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم، در اینجا قصه های جالبی رو با همراه شما گرفتیم. کسانی که در درس گذاشته بودن الکی از آن آگاه هستند. همین گونه نه علامت های پیش از نبوت رو بیان کرده بودیم و همچنین یادآوری آن چیزی که از قریش به مؤمنان هنگام اسلام آوردنشان سختی های رسید، فتنه های آزمایش های بر بالای مؤمنان آمد و همچنین حیران ماندن ولید ابن مغیره در تفسیر قرآن که نازل شده بود و پهن گردیدن نام رسول الله صلی الله علیه و سلم در قبیله های عرب میان اوس و خزرج و ذکر آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از قومش دید، از آزار و اذیت، از دشمنی آنها. و سپس گفته بودیم اسلام آوردن حمزه ابن ابی طالب و سخن عتبه ابن ربیعه درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیشنهاد او بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. این موضوعات رو ما درس گذشته با همراهی شمایان گرفته بودیم. اما امروز باشد وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این مصیبت ها از جانب این قریش بر رسول الله آمد و صحابگان کرام آمد، آزار و اذیت دشوار بسیار، این بود که الدعوة الجهریه. ما در این مورد صحبت کرده بودیم در بیان دعوت جهری و هنگامی که آزار و اذیت و مشقت ها از جانب این کفار قریش، شکنجه های زشت و سخت بر بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و در اینجا بود که ذکر هجرت الاولی الى الارض حبشه، ذکری اولین هجرت به سرزمین حبشه. سرزمین حبشه افیوپیا که در آنجا یک ملک، یک پادشاه عادل در آنجا قرار داشت. می‌فرماید که قال ابن اسحاق میگوید فلما رأى رسول الله صلی الله علیه و سلم ما اصیب اصحابه من البلاء، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دید که یارانش چی سختی ها و چی شکنجه های میبینند از جانب این دشمنان و ما هو فيه من العاقبة بمكانه من الله، و خود با برکت آسایش، در برکت آسایش قرار داشت با سبب جایگاه او صلی الله علیه و سلم نزد الله سبحانه و تعالی و پشتیبانی عمکش ابو طالب. اولا محافظ الله سبحانه و تعالی، دوم سبب عمکش بود که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم این دشمنان آزار نمی رساندند، نمی توانستند بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ آزاری برسانند، نتوانستند، ولیکن یاران رسول صلی الله علیه و سلم را آزار و شکنجه های سخت دادند. آزار و شکنجه های سخت بر یاران او صلی الله علیه و سلم دادند و رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد این رو میدید. رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که این آزار و اذیت و مشقت ها بر بالای او آمد و او صلی الله علیه و سلم به خاطر آن جایگاهی که الله سبحانه و تعالی بر او داده بود و پشتیبانی عمکش ابو طالب بر او نتوانستند ضرری برسانند، اما صحابگان کرام زیر شکنجه و عذاب و دشمنی های سخت قرار گرفتند و رسول الله صلی الله علیه و سلم نتوانستند این آزار و اذیت، این ظلم و ستم، این رنج را از بالای صحابگان کرام که اسلام آورده بودند از بالای آنها دور بسازد.
این قدرت توانایی رو نداشت صلی الله علیه و سلم. همین بود که به آنها گفت، قال لهم، بر آنها فرمود، لو خرجتم الى ارض حبشه، گفت اگر شما با سرزمین حبشه بیرون شوید، با سرزمین حبشه هجرت نمایید، فإن لها ملكا لا يظلم عنده احد، به درستی که در این سرزمین حبشه یک ملیک است، یک پادشاه است که به هیچ کسی، به هیچ نفر ظلم نمی کند. و هی ارض صدق حتی یجعل الله لكم فرجا مما انتم فیه. و فرمود رسول صلی الله علیه و سلم، آن سرزمین سرزمین راستی است و سرزمین عدالت است. پس تا آن دمی که الله سبحانه و تعالی برای شما راحتی و راههای آسان را فراهم بسازد، آنجا بمانید، آنجا قرار بگیرید. رسول الله بر صحابگان کرام این توصیه را دادند، این نصیحت را بر آنها کردند. فخرج عنده ذلك المسلمون، فخرج عند ذلك المسلمون من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم الى ارض الحبشه. پس آن هنگام بود که مسلمانان، یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم، از ترس فتنه و شکنجه این دشمنان که در مکه بودند، گریزان به سوی الله سبحانه و تعالی با دینشان به سوی سرزمین حبشه بیرون شدند، بر اومدند، به سوی الله فرار کردند با دینشان. میفرماید فکانت اول هجرت، این اولین هجرت بود در اسلام. و کان اول من خرج من المسلمین، و اولین گروه مهاجران از مسلمانان اینها بودند: عثمان ابن عفان ابن ابو العاص ابن امیه با همسرش رقیه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، عثمان ذی النورین، و ابو حذیفه ابن عتبه ابن ربیعه ابن عبد الشمس با همسرش صلحه بنت سحیر ابن عمر، و زبیر ابن عوام و مصعب ابن عمیر، عبدالرحمن ابن عوف، ابو سلمه ابن عبدالاسد و همسرش ام سلمه بنت ابو امیه، و عثمان ابن مظعون، عامر ابن ربیعه و همسرش لیلا بنت ابو حسمه، و ابو صبره ابن ابو رحم و سحیل ابن بیضا. اینا از جمله صحابگانی بودند که به سرزمین حبشه اولین هجرت بود. اینها اولین گروه مهاجران بودند که خاک مکه را به قصد امانی و عبادت در حبشه ترک نمودند و سوی حبشه رفتند. فكان هؤلاء عشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة فمثل بلغني. ابن هشام میگوید که پس این 10 نفری که ذکر کردیم اولین گروه بودند که از میان مسلمانان به سرزمین حبشه هجرت کردند، چون که به من رسیده است. قال ابن اسحاق میگوید ثم خرج جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه، سپس از پشت ویا جعفر ابن ابي طالب برآمد. از پشت ویا جعفر ابن ابي طالب نیز هجرت کرد و همین بود که مهاجرت مسلمانان پیوسته دیگر ادامه یافت. شروع شد از همین فرمان تا آن دمی که در سرزمین حبشه مسلمانان جمع شدند، در آنجا جمع شدند
و گروهی از این مهاجران با اهل خانواده اشان رفتند و گروهی از آنها بدون عائله تنها رفتند. خاک مکه را با قصد پناه به پادشاهی عادل حبشه ترک نمودند رضی الله عنهم. سپس ارسال قریش الى حبشه فی طلب المهاجرین الیها. در اینجا قریش آرام نگرفتند، نقشه کشیدند، یعنی فرستانیدن قریش به سوی حبشه برای بازگردانیدن مهاجران. قال ابن اسحاق میگوید که از سلمه رضی الله عنها روایت است که گفت سلمه فرمودند لما نزلنا ارض الحبشه جاورنا بها الخیر جارین. سلمه میگوید که وقتی که ما به سرزمین حبشه رسیدیم با بهترین همسایگان همجاور شدیم که اون نجاشی بود، پادشاه عادلی. و هنگامی که به آن سرزمین رسیدیم او ما را در دین خود، در دیار خود امان داد، ظلم نکرد و الله متعال را عبادت کردیم آنچنانی که بر ما امر شده بود و هیچ کسی از نفران ما را آزار نمیداد و سخن ناخوش هم نمی گفت. هیچ کس. یکی در آسودگی، در آرامی تام قرار گرفتند این صحابگان کرام، عبادت الله را میکردند با خوشحالی. کسی به اینها چیزی نمی گفت تو چرا این کار انجام میدهی؟ از نیکویی های هجرت برادران و خواهران همین است که تو دینت را آشکار می نمایی، دینت را ظاهر می نمایی، کسی دیگر به تو چیزی نمی گوید. آنگونه که الله به تو امر کرده است آنگونه الله را عبادت میکنی چگونه که شایسته عبادت هست. سپس میفرماید فلما بلغ ذلك قریشا، قریش تا این دم دیگر آرام نگرفتند. هنگامی که این سخنها به قریش رسید، این خبرها به قریش رسید، آنها در میان خود مشورت کردند، آرام نگرفتند. یکی آنها در آنجا رفته حتی در آنجا هم چیز آنها را نش زدند، آرام نگرفتند. مصلحت و مشورت کردند که دو مرد پرقوت و با اعتماد را و سخنور را برای بازگرداندن آنها به نزد حبشه، به نزد نجاشی میفرستند. و این هنگام که برای نجاشی باز هدیه ها هم گرفتند، هدیه ها آماده کردند. از آن مال و چیزهایی که در مکه مکرمه بی‌نظیر بود، گرانبها بود، قیمتبها شمرده میشد و از همه بیشتر او را چیزهای چرمین که از مکه می آوردن برای او را خوش می آمد. برای همین این چیزهای چرمگین را جمع آوری کردند و از همه چیزهای قیمتبها را جمع آوری کردند برای هدیه به او تا دل او را آرام بسازند و مردم را باز بگردانند به سوی سرزمین‌های خود، تا که آنها را آزار بدهند، آزار آنها را شکنجه بکنند. هدیه آماده نمودند. چنان هدیه جمع کردن که حتی یک نفر نمیتوانست این هدیه ها را بردارد. حتی با همون اشرافیان کلیسایی که در همون حبشه بود برای آنها تحفه آماده کردند. ثم بعث ذلك عبدالله ابن ابی ربیعه. سپس میگه پس قریش دو نفر را انتخاب کرده بودند، عبدالله ابن ابی ربیعه و عمرو ابن عاص. با هدیه ها آنها را به سوی حبشه به نزد نجاشی فرستاندند و به آنها سفارش های دادند.
و گفتند که هر یکی از درباریانی بیطریق میگویند، همون بگیم که سردارانی همون کنیسه ها را، راهبران را که در همون اطراف پادشاه بودن، به همه آنها، برای همه آنها هدیه ها گرفته بودند و گفتند که هر یکی از همین درباریان که در همون دربار در همون قصر قرار دارند، پیش از ورود نزد نجاشی هر یکی از آنها را به این هدیه ها راضی کنید. این سخن را بین همدیگر تصمیم گرفتند و سپس در آخر که بالاخره که به نزد نجاشی رسیدید، پادشاه را با هدیه های بزرگتر احترام نمایید، بدهید، پیش از سخنگویی هدیه ها نمایید. و گفتند که از او بخواهید که آنها را به شما تسلیم بدهند. این سخن را گفتند، تصمیم جدی گرفتند برای برگرداندن مردم از حبشه. ام سلمه میفرماید که این دو نفر به نزد نجاشی رفتند، در حالی که ما در بهترین خانه ها، در نزد بهترین همسایه ها پادشاهی عادل و نیک قرار داشتیم. آنها به هر یک از درباریانی که در آنجا قرار داشت به آنها هدیه ها دادند. پیش از آنی که به نزد نجاشی بدرایند، اینها را ملاقات کردند، اینها را راضی کردند. و ام سلمه می‌فرماید که در سرزمین پادشاه از میان قوم ما جوانان و آدمان میگه سبک فکر پناه برده بودند. آنها از دین قوم خود جدا شدند. این سخن را گفتند. ام سلمه گفته است این قصه را، یعنی که گفتند که در این سرزمین پادشاه از میان قوم ما، نه که قریشیان، جوانان و آدمان سبک فکر به سوی شما آمدن پناه بردند، در حالی که آنها از دین قوم خود روی گرداندند، از دین قوم خود جدا شدند و همچنین علاوه بر این در دین شما هم نیستند، یک دین الهیده خود را دارند. و گفتند که بلکه دین نوی آوردند که نه ما این دین رو میشناسیم نه شما این دین رو میشناسید. تلاش دارند و فرمودند که اکنون بزرگان آنها ما را فرستادند، بزرگان اینها که بزرگان قریش ما را روانه کردند. برای چی؟ تا آنها را باز بگردونیم به این سرزمین های خود، آنها را به این سرزمین های خودشان باز بگردونیم. گفتند میفرماید پس هنگامی که ما با پادشاه درباره آنها گفتگو کردیم، این دو نفر از اشرافیان با پادشاه هنگامی که ما گفتگو کردیم، با او مصلحت و خواستند که پادشاه را با این سخنان، با این زر زیور راضی بکنند، تا اینکه همین کسانی که به حبشه هجرت کردگی بودند، این نفران، اینها را با اینها بسپارند، باز بگردند به این سرزمین ظلم و ستم. و گفتند که زیرا قوم آنها بهتر آنها را خوبتر میشناسند. و در این هنگام بود که این کسانی که آنها را راضی کرده بودند، آنها به سخن در آوردند، گفتند قوم خودشون بهتر میشناسند اینها را، بگذار با امر آنها برود. یعنی که همین درباریان
این درباریانی که علکه هدیه ها را گرفته بودن گفتن که با رشوه و پورا گرفتگی بودن، گفتن بله همین طور خواهیم کرد، یعنی که آنها را با شما میفرستیم. ثم انهما قدما هداياهما الى نجاشی فقبلها منهما. تا اینجا را سخن در کجا بود؟ با همراهی همین درباریان. درباریان گفتن بله همین طور است، ما میپذیریم، بگذار بروان. این هنگام بود که آن دو فرستاده شده، عمرو ابن عاص و عبدالله ابن ابی ربیعه، هدیه های خود را به نجاشی پادشاهی حبشه تقدیم کردند. این هنگام بود که پادشاهی حبشه این هدیه های زیبا و قیمتبها را قبول کرد، پذیرفت. و سپس با نجاشی سخن آغاز کردند، گفتگو کردند. گفتند ای پادشاه، به کشور تو، به سرزمین تو گروه از جوانان سبک فکر از میان ما آمدند و به سوی تو پناه بردند، در حالی که آنها از دین قوم خود جدا شدند، از دین قوم خود برگشتند، نه در دین قوم خود ایستادند، نه دین شما را پذیرفتند و یا با خود یک دین نوی دارند. و گفتند که اینا یک دین نو دارند، یک دین خود ساخته آوردند که نه ما این دین رو میشناسیم، نه شما این دین رو میشناسید. با نجاشی صحبت دارم. و گفتند که این عمرو ابن عاص و عبدالله ابن ابی ربیعه، ما هر دوی ما با سپارش بزرگان قوم خود و پدران اینها و عمکهای اینها و خویشتباران اینها نزد شما آمدیم تا آنها را به سوی قوم خود باز بگردانیم. به خاطر چیز؟ باز گفتند که زیرا خویشاوندان اینها را بهتر میشناسد. خویشاوندان اینها را بهتر میشناسد. نزد تو آمدیم تا آنها را باز بگردانیم و خوبتر آنها را ما میشناسیم که چرا برای چی آنها مخالفت کردند دین ما را و آنها از ما ناراضی اند. قالت ام سلمة رضی الله عنها، ام سلمة در این هنگام باز گفت، کیسه دارد، ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر ابن عاص من أن يسمع كلامهم النجاشي. ام سلمة میگوید که اما برای عبدالله ابن ابی ربیعه و عمر ابن عاص چیز نفرت انگیزتر از این نبود که نجاشی با سخنان مهاجران گوش دهد. یعنی که آنها آمدند به نجاشی هدیه ها دادن و سخن ها کردن، خواستن آنها را باز بگردانند. نجاشی فکر اندیشه کرد یعنی و سخنان اینها را خواست گوش بدهد، با سخنان اینها گوش بدهد که این مهاجرین چی میگویند، در جواب چی گپی دارند. قالت ام سلمة رضی الله عنها، ام سلمة رضی الله عنها گفت، فقالت میگه بطریقته حوله، درباریان نجاشی که در اطراف او بودند، در گردی او بودند، در اطراف او نشستند، گفتند این دو یعنی عمرو و عبدالله راست میگویند. ای پادشاه، اینها راست میگویند. قوم اینها رو بهتر میشناسند و بهتر میدونند، برای همین است که اینها را سرزنش دارند. ای پادشاه، پس آنها را به آنها بسپار تا آنها را به وطن خود بر بگردانند، بگذار بروند وطن خودشان. اما نجاشی هنگامی که این سخن را شنید با شدت غضبناک شد و گفت سوگند به الله، قسم به الله هرگز چنین نمی شود. نه، هرگز چنین نیست. قسم به الله من آنها را به دست این دو نمی سپارم. پس چگونه باشد آن قومی که به کشور من آمدند، در کشور من از من پناهندگی طلب کردم و من آنها را به شما بسپارم؟ من آنها را چگونه می شود که آنها را پناهندگی ندهم؟
که آنها خود این را انتخاب کردن، به نزد من آمدن، چگونه من اینا را تسلیم کنم به شما؟ به آنکه از خود اینها بپرسم، ناپرسیده از اینا من چگونه اینا را به شما تسلیم نمایم. گفت نجاشی، گفت من آنها را، همین مهاجران را، حتما من اینها را فریاد میکنم و از آنها میپرسم و از آنچه را که این دو درباره آنها میگوید حتما من خبر آنها را نخواهم پرسید. شنید، اگر واقعا سخنان شما دو نفر آنچه که در حق آنها گفتید آنها این را تصدیق نمایند، آنها را با سوی قومشان باز میگردانم. اما اگر برخلاف آن باشد که من آنها را از آنها دفاع میکنم، یعنی اما برخلاف آنچه که شما باشد میگویید، من آنها را حتما دفاع میکنم، از آنها دفاع مینمایم، یعنی آنها را به شما نمیسپارم. آنها در کشور من باقی میمانند، همسایگی نیک برایشان خواهم بود. این بود نجاشی عادل. الله سبحانه و تعالی حاکمان این زمان را این گونه عدالت در قلب آنها منور بسازد که اهل خیر بگردند. این هنگام بود که نجاشی فریاد داد، پیام داد که مهاجران مسلمان نزد او حاضر شوند، آنها را بیارید، میخوام سخن آنها را گوش بدهم. آیا اینها راست میگویند یا که از دروغ گویانند؟ من نمیخوام بدون اینکه از اینا چیزی بپرسم آنها را به شما تسلیم نمایم. این کار را هرگز نمیکنم. پس آنها پس از شنیدن این فرمان جمع آمدند و با هم گفتند وقتی نزد پادشاه می رویم با پادشاه چی بگوییم؟ چگونه با پادشاه سخن بگوییم؟ احوال خود را، حالت خود را چگونه بیان کنیم؟ قالوا، گفتند، نقول والله ما علمنا، گفتند میگوییم قسم به الله آنچه که میدونیم آن را میگوییم. سوگند به الله، سوگند به الله ما آنچه را میگوییم و میکنیم که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم ما را به آن امر فرمود. هر چی که رخ میدهد رخ میدهد، از فرمان رسول الله بیرون نمیشویم. هر چیزی که پیامبر الله صلی برای ما گفت آن را بر نجاشی خواهیم گفت. اگر بر بال ما مصیبت می آید، اگر بر بال ما سختی می آید، اگر ما را باز میگردانند، هر چی شود شود، سخن پیامبر را میگوییم. فلما جاءوا، هنگامی که نزد نجاشی آمدند، فقد دعا النجاشی اساقفته، هنگامی که به نجاشی حاضر شدند، در هنگامی که روحانیان خود را نیز نجاشی دعوت کرده بود، هم پاپا و هم کسا را، و کتاب‌های آسمانی آنها را گرد خود کشاده بود. کتاب‌های آسمانی از تورات انجیل. و با آنها چنین گفت این چی دینی است؟ این چی دینی است که شما آوردید؟ یعنی که از دین قومتان جدا شدید. این چی دین است که شما از دین قومتان جدا شدید و روی گردانیدید؟ ولی به دین من هم داخل نشدید. نه به دین من داخل شدید، نه به دین یگان گروه دیگر داخل شدید. پس این چگونه دین است؟ بیان کنید. فقالت ام سلمة رضی الله عنها، ام سلمة که این قصه رو برای ما قصه کرده شده است، فرمودند فكان الذي كلمه جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه. ام سلمة میگوید که آن کسی که به نام مهاجرین سخن گفت این جعفر بن ابی طالب بود. سپس جعفر بن ابی طالب از نام این قوم، از نام مهاجرین برآمد سخن گفت، صحبت کرد، با این جمع آمد، با سرداری نجاشی پادشاه. گفت ای پادشاه، ای پادشاه،
ما قومی بودیم که در باطل، در جهالت زندگی میکردیم، بت‌ها رو میپرستیدیم، سنگ‌ها رو میپرستیدیم و گوشت خود مرده میخوردیم. ای پادشاه، ما کارهای فحشا انجام دادیم، ریباخوری میکردیم، خویشاوندی رو میبریدیم، به همسایگان ظلم و بدگویی میکردیم و شخصان توانا پرقوت به ضعیفان ستم میکرد، ظلم میکرد. ما ان همین گونه قوم بودیم. ای پادشاه، ما در چنین حالت قرار داشتیم تا آنکه الله سبحانه و تعالی به نزد ما پیامبری را فرستانید که از میان خودمون بود، کسی که منصبش رو میدونیم، نسبش رو میدونیم، راستگوییش رو میدونیم، امانتداریش رو میدونیم و همچنین پاکدامنیش رو نیز میدونیم، او رو میشناسیم، خوب او رو میشناسیم. الله او را برای ما فرستانید. فدعانا الی الله، میگوید این پیامبر مهربان ما را به سوی الله خواند، به سوی الله دعوت کرده. لنوحده، تا تنها الله را یگانه بشماریم، تنها الله را یگانه عبادت نماییم، عبادت را به جز او در کس دیگری صرف نکنیم. به سوی این نیکویی ها ما را خواند تا او را پرستش کنیم، به جز او کس دیگری را عبادت نکنیم و هر آن چیزی را که ما از پدران خود میراث برده بودیم آنها را ترک کنیم، آنها را پرستش نکنیم، نه سنگ ها، نه بت ها، نه هیچ چیز دیگری را. ای پادشاه، او ما را به سوی راستگویی دعوت کرد، به سوی پاکدامنی، به سوی امانتداری، به سوی پایبند خویشاوندی، به سوی نیکویی، به سوی نیک کردن بر همسایگان و دوری شدن از حرامها، از ریختن خونها. ای پادشاه، او ما را به سوی این دعوت کرد و ما را امر کرد و ما را نهی کرد که زنا نکنیم، هم کارهای فحشا را انجام ندهیم و دروغ هم نگوییم و شهادت بر باطل ندهیم و ما را از خوردن مالهای یتیم هم باز داشت، از تنفروشی مردم را باز داشت و زنان را به سوی پاکدامنی راهنمایی کرد، از غلامداری ما را آزاد کرد و بر ما امر فرمود که تنها الله را پرستش کنیم و هیچ چیز را در عبادت او شریک نآوریم. و سخنش رو ادامه داشتن گرفت جعفر بن ابی طالب و فرمود که و امرنا بالصلاه و الزکات و الصیام. گفت ای پادشاه، ما را این پیامبر امری بر نماز کرد، امری بر زکات کرد، امری بر روزه کرد. میگوید ام سلمه، او جعفر بن ابی طالب نشانه های دین اسلام را یک یک به پادشاه گفت، نقطه نقطه آنچه که آموخته بودن از رسول الله بر پادشاه خبر داد و گفت ای پادشاه، ما او را تصدیق کردیم، به او ایمان آوردیم و از او پیروی کردیم. آنچه که از جانب الله بر ما آورده بود، الله یگانه حق را پرستیدیم، نه دیگران را. بر او شریک می آوردیم، ترک کردیم، تنها او را عبادت کردیم و هر چیزی را که بر ما حرام کرد آن را حرام شمردیم، هر چیزی که برای ما حلال کرد آن را حلال قرار دادیم. ای پادشاه، همین هنگام بود که قوم ما بر بالای ما سر برداشتند، قوم ما بر ما زورآوری کردند، ما را شکنجه دادند، تلاش کردند که ما را از دینمون باز بگردانند تا دوباره به سوی این بت پرستی بر بگردیم و کارهای زشت و حرام را که
پیشتر آن را انجام دادیم با سوی آن باز بگردیم. ای پادشاه، چون بر ما ظلم کردند و ما را از دین خود باز داشتند، جای زندگی هم را برای ما تنگ کردند. این بود که ای پادشاه، ما با سرزمین تو پناه آوردیم. تو رو از میان آن پادشاهان، تمام این پادشاهان اختیار کردیم. با پناه تو ای پادشاه ما امید داشتیم و امید داریم ای پادشاه که نزد تو ما ظلم نخواهیم شد. قالت ام سلمه، این هنگام بود که ام سلمه باز گفت فقال له نجاشی هل معك مما جاءك به عن الله من شيء. ام سلمه فرمود که سپس نجاشی گفت آیا نزد تو چیزی هست از آن چی که او یعنی محمد صلی الله علیه و سلم از جانب الله آورده است؟ آیا چیزی دارین؟ از وحی الهی چیزی دارین؟ این هنگام که جعفر گفت بله داریم. نجاشی گفت پس آن رو برای من بخونید. بخونید آن چی که دارید برای من. جعفر آغاز کرد به قرائت ابتدای سوره مریم. کاف ها یا عین صاد، سوره مریم رو، ابتدای سوره مریم رو خواند. فقالت ام سلمة رضی الله عنها، ام سلمه میگوید که فبكى والله نجاشی حتى اخضلت لحیته. ام سلمه قسم یاد میکند، میگه قسم به الله، نجاشی هنگام شنیدن این آیه های کریمه گریه کرد، به گریه در آمد. چنان گریه کرد که حتی ریشش کاملا تر شد، از ریشش حتی آب ریخت. حتی روحانیان هم گریه کردند تا کتاب هایی که در دست داشتن از اشک آنها تر شد. این کتاب ها همگی در حال شنیدن این آیه های قرآنی بودند که جعفر بر آنها تلاوت میکرد. ثم قال لهم نجاشی، هنگامی که این آیه ها تلاوت کرده شد و اتمام رسید، ثم قال له نجاشی، سپس نجاشی بر آنها گفت ان هذا والذی جاء به عیسی، گفت سوگند به آن ذاتی که جان من در دست اوست، قسم به الله، این سخنان آن چیزی که عیسی علیه السلام آورده بود است. این سخنان شما با سخنان عیسی علیه السلام از یک چراغ برآمدند، از یک نور، از یک روشنی برآمدند. پس روید، بروید. قسم به الله من آنها رو به شما نمی سپارم. سین این دو نفر گفت هیچگاه اینا رو به شما نمی سپارم. قسم به الله هیچ کسی حق آزاردهی اینها رو ندارد. هیچ کس حق ندارد که اینها رو آزار بدهد. و هنگامی که این دو فرستاده شده، عمر و عبدالله از نزد او خارج شدند، عمر ابن عاص گفت قسم به الله، سوگند به الله، پگاه نزد او باز میگردیم و چیزی میگوییم، سخنی میگوییم که کاملا شرف و نفوذ این گروه را از بین میبرد. بار اول شکست خوردن در نزد نجاشی. این هنگام عبدالله ابن ابی ربیعه که با همراه عمرو ابن عاص آمده بودند از جانب قریشی ها، که عبدالله ابن ابی ربیعه نرم دلتر بود، صاف دلتر بود، تقوادارتر بود، گفت سنی عمرو ابن عاص این کار نکن، این کار انجام نده. آنها خویش تبار ما هستند، آخر بیگانه نیستند، بر ما خویش تبار هستند، نزدیکان ما هستند. اگرچه با ما مخالفتی دارند، نزدیکان ما هستند. اما عمر گفت قسم به الله، قسم به الله،
من او را آگاه میکنم که آنها میگویند عیسی ابن مریم بنده است، بنده الله است عیسی، چون آنها اعتقاد داشتند که عیسی پسر خداست. قالت ام سلمة رضی الله عنها، ام سلمة گفت ثم غدا علیه من الغد، روز دیگر عمرو ابن عاص نزد نجاشی برگشت و گفت قال له عمرو ابن عاص، وقتی که روز دیگر فرا رسید عمرو ابن عاص به نزد نجاشی رسید و گفت، چی گفت؟ ایها الملک، ای پادشاه، ای ملک، انهم یقولون فی عیسی ابن مریم قولا عظیما، ای نجاشی گفت اینها میدونی که در حق عیسی ابن مریم یک سخن بزرگ و خطرناکی رو میگویند. فارسل الیهم، پس آنها رو بخوان، به سوی آنها کسی بفرست آنها رو بخواند به سوی تو و از آنها بپرس که درباره او، درباره عیسی شما چی میگویید؟ شما درباره عیسی چی گفتنی دارید؟ قالت ام سلمة گفت فارسل الیهم لیسالوهم عنه، نجاشی کسی فرستانید تا مهاجران رو بیارند و از آنها بپرسد در حق عیسی علیه السلام. قالت ولم ینزل بما مثل ما قط، ام سلمة میگه که هیچ حادثه سختتر از این بارده دیده نآمده برای آنها. شدت گرفت. قالوا نقول والله، هنگامی که آمدن جمع شدن گفتن هنگامی ما جمع شدیم بعدا یکی از ما گفت قسم به الله ما میگوییم، ما قال الله، قسم به الله میگوییم آن چیزی رو که الله گفته است، و ما جاء به نبینا، و آنچه که پیامبری ما بر ما آورده است آن سخن رو میگوییم بدون حرس و تراسه. کائنا فی ذلك ما هو کائن، حرسه باد، حرسه شد، ولیکن ما از این سخن خود باز نمیگردیم، هر چی که باشد ما میگوییم. سپس بعدا یکی از ما گفت وقتی که او از ما پرسید درباره عیسی ابن مریم، یکی شما چی میگویید درباره عیسی ابن مریم؟ چی گفتنی دارید؟ گفتیم سوگند به الله، قسم به الله، با آنچه را خواهیم گفت که الله فرموده است و پیامبر ما صلی الله علیه و سلم آورده است، هر چی خواهد شود بگذار بشود. این نقطه برای ما خواهران و برادران وادار می‌سازد که ما همیشه سخن حق را بگوییم و از خود نهراسیم. در برابر حق باید ما سخت باشیم. می‌فرماید وقتی که نزد پادشاه آمدیم نجاشی پرسید درباره عیسی ابن مریم چی میگویید؟ قالت، میگوید که ام سلمة فقال جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه، این هنگام بود که جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه جواب داد. چی جواب داد؟ نقول فیه الذی ما جاءنا به نبینا، گفت ما آنچه را که پیامبر ما برای ما آورده است آن را خواهیم گفت. چی گفتن؟ یقول، گفتن و هو عبد الله و رسوله و روحه و کلمته القاها الى مریم العذراء البتول، گفتن که ما در حق عیسی علیه السلام میگیم اون بنده الله است، پیامبر الله است، روح اوست و کلمه اوست که آن را به سوی مریم باکره، پاک دامن و پاکیزه فرستانید. این هنگام بود که نجاشی دستش رو به زمین زد. دستش رو بر زمین زد و آن چوبی که گرفت برداشت و گفت سوگند به الله، سوگند به الله، عیسی ابن مریم
از آنچه گفتی نه بیشتر و نه کم است. تصدیق که سخن این را، باور شمار سخن این را، سخن جعفر را. درباریانش، کسی که در اطراف او بودن، در اطراف نجاشی، همه این روحانیون کلیسا، اطرافیانی که در آنجا اظهار داشتند، با اظهار ناراضگی نفس کشیدند. ناراضگی نفس کشیدند هنگامی که این سخن را گفت نجاشی. فقال نجاشی در این هنگام گفت سوگند به الله، حتی اگر ناخوشتان کنم، حتی اگر ناخوشتان آید این سخن، بمانید. سنی به سوی قومش و به سوی عمر و عبدالله گفته ایستاده است. حتی اگر سخنشون برای ما ناخوش بیاید، سخن ما برای شما ناخوش بیاید، شما در سرزمین من بی خطر خواهد ماند و هر کسی که از شما بدگویی کند، هر نفری که نسبت شما بدگویی کند، من او را جریمه خواهم کرد. نجاشی گفته ایستاده است، جریمهش خواهم کرد. قسم به الله، اگر تمام خزینه طلا حاصل میکردم، هرگز و هرگز آن را به این مردم عوض نمیکردم. همه خزینه خود را میدادم تا که آزار و اذیت را از شما دور بسازم. و آن هدیه هایی که این عمر ابن عاص با همراه عبدالله ابن ابی ربیعه آورده بودند، هدیه ها را برگردانید. گفت هدیه ها را برگردانید، من به آنها نیازی ندارم. گفت قسم به الله، الله پادشاهی را بر من برگزیده است، پادشاهی را الله بر من داده است. بدون یگان رشوه الله بر من این پادشاهی را داد. پس چگونه رشوه بگیرم درباره آنها؟ چگونه من از شما رشوه بگیرم برای اینها؟ این مردم بر من درشتی نکردن، سختی نکردن که من به دنبال آنها از پشت وی بروم و با این ناعدالت راضی شوم. هرگز راضی نمیشوم. ام سلمه میگوید رضی الله عنها، پس آن دو، یعنی عمرو ابن عاص و عبدالله ابن ابی ربیعه، هر دو دیگر چنان ناامید شدند و با آنچه که با خود آورده بودند از این زیر و زینت و زیبایی ها رد شدند و از نزد پادشاه بیرون شدند. و می‌فرماید ام سلمه که ما باشد در بهترین خانه های کشور نجاشی ماندیم، در آنجا قرار گرفتیم، با بهترین همسایه و با بهترین محافظ رضی الله عنهم. سپس اسلام عمر ابن خطاب رضی الله عنه، اسلام آوردن عمر ابن خطاب رضی الله عنه. قال ابن اسحاق میگوید وكان اسلام عمر فيما بلغني ان اخته فاطمه بنت خطاب كانت قد اسلم بعلها سعید بن زید. ابن اسحاق میگوید که اسلام آوردن عمر رضی الله عنه چنان که به من رسیده است چنین رخ داده بود. یکی اسلامی آوردن عمر بن خطاب را نقل میکنیم. خواهر عمر فاطمه ابن بنت خطاب، فاطمه بنت خطاب علکه اسلام را پذیرفته بود و همچنین همسر فاطمه سعید ابن زید رضی الله عنه نیز مسلمان شده بود.
آن دو اسلام را از عمر پنهانی پذیرفته بودند، قبول کرده بودند و حباب ابن ارد که از اولین مسلمان بود به نزد فاطمه می آمد و به او قرآن را می آموخت. قرآن را به او تعلیم داد. روز عمر روز عمر که هنوز مشرک بود، که اسلام نآورده بود، اسلام را نپذیرفته بود، همون شمشیری که داشت در کمرش قرار داشت و قصد نمود که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برود. به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر برود. برای چی؟ با چی سبب؟ به خاطر آنه که او صلی الله علیه و سلم و کسانی که با همراهی او هستند آنها را از بین ببرد، آنها را به قتل برساند. چون با عمر در اینجا خبر داده بودند که آنها و پیروانشان تقریبا 40 نفر از مردان هستند. از مردان زنان تقریبا 40 نفر هستند. در خانه نزد صفا جمع شدند. در خانه نزد صفا جمع شدگی هستند. و در آن هنگام با رسول الله صلی الله علیه و سلم عمکش حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه و اینچنین ابوبکر صدیق و علی ابن ابی طالب بودند. با همراهی این گروه از مسلمان آنها قرار داشتند که در مکه با پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار گرفته بودند و به حبشه هجرت نکرده بودند. این نفران در مکه بودند، در خانه. و عمر بن خطاب شمشیر خود را در گردنش گرفته هنگامی که در راه برآمده بود، در راه نعیم ابن عبدالله را دید و گفت کجا قصد راه داری؟ ای عمر کجا می روی؟ راه کجا؟ فقال عمر اريد محمدا هذا صبي الذي فرق امر قريش وصفح احلامها. عمر گفت من قصدی همین محمد رو دارم، قصد نزد محمد رو دارم. آن صابع یعنی که کسی که از دین مردم خارج شده، از این مردم جدا شده، پراکنده شده، که میان قریشیان تفریقه انداخته است، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم. عمر گفته ایستاده است. سنی نعیم ابن عبدالله. عمر میگوید که این محمدی که از دین قومش برگشت، قریش را تفریقه کرد، قبیله قریش را جدا کرد و خیرد اندیشه های مردم را پس شمارید، پس زد، دینشان را عیبدار کرد و خدایان آنها را دشنام داد. من او را خواهم کشت، من او را خواهم کشت. این سخن را عمر به سن نعیم ابن عبدالله گفت و نعیم ابن عبدالله به سوی او گفت سوگند به الله نفس خودت تو را فریفته است ای عمر، تو فریفته شدگی ای عمر. و گفت که آیا چنین میپنداری که فرزندان عبدالمناف این خاندان رسول الله صلی الله علیه و اجازت میدهند که تو این کار انجام بدهی؟ چون در آنجا لکه که حمزه بود، علی بود و دیگران. تو گمان کنی آنها این را به تو اجازت میدهند که تو محمد قتل نمایی؟ یا که تو در این روی زمین راه بروی؟ یا اینکه تو محمد رو میخوای بکشی و پس از این با در روی این زمین در این مکه تو میخوای با باز راه بروی؟ یعنی که آنها تو را فرزند عبدالمناف تو را نمیگذارند این خیل. پس مصلحت این است که اول برگرد به اهل خانواده خود، برگرد ای عمر. چون که فکر اندیشه میکنی اول خانواده خود رو ادب بده.
عمر پرسید کدام از اهل خانوادان رو میگویی؟ کی رو نامزد داری؟ کی رو میگویی؟ گفت خیشی تو. نعیم گفت که خیشی تو و دامادت سعید ابن زید و خواهرت فاطمه بنت خطاب، سوگند به الله اینا مسلمان شدن و از محمد پیروی میکنن، پس اول به آنها برو، حسابت رو روشن کن، نزد آنها برو اول. فرجع عمر عامدا الى اخته. این هنگام بود که عمر قصد بازگشتن را کرد به نزد خواهرش فاطمه بنت خطاب و شوهرش، شوهر فاطمه، سعید ابن زید، به نزد آنها رفت. آن وقت در این هنگام، وقتی که به آنجا رفت، در آن هنگام حباب ابن ارد رضی الله عنه حضور داشت در آنجا، در آن خانه با فاطمه و سعد ابن زید. و در دست حباب یک صحیفه، یک پارچه نوشته بود که در این پارچه ابتدای سوره طه نوشته شده بود. و این صحیفه ها را گرفته بود برای آنها تعلیم داد، از برای تعلیم دادن. چون در این هنگام صداهای قدم عمر نزدیک شد، حباب رضی الله عنه خود به یک گوشه یا که جای پنهان شد در داخل خانه. وقتی شنید که عمر آمده است، در پشت در است، به جاش جاگه شد و فاطمه رضی الله عنها آن صحیفه را گرفت، آن را زیر همین باریشت پنهان کرد. اما عمر پیش از وارد شدن صدای قرائت قرآن را شنیده بود. البته صدای قرائت قرآن در گوش عمر رسیده بود و وقتی که وارد شد گفت این صدا و زمزمه چی بود؟ من چی شنیدم؟ این چی بود؟ از خواهرش، از شوهر خواهرش میپرسد. آنها گفتند هیچ چیزی نشنیده ای؟ چیزی نبود، چیزی نشنیده ای؟ گفت نه، سوگند به الله به من خبر دادن که شما راه محمد رو در پیش گرفتید و از نش پیروی میکنید. این هنگام بود که دامادش سعید ابن زید به او حمله آورد و او رو زد. سعید رو زد. خواهرش فاطمه بنت خطاب برخاست، از جایش خیست تا او را از شوهرش دور کند، عمر را دور کند، ولی عمر که از در غضب شدید بود او را نیز زد. عمر رضی الله عنه به خواهرش چنان ضربه زد که سرش را زخمی کرد. این هنگام بود که خواهرش و شوهرش به او گفتند بله ما اسلام آوردیم، به الله و رسولش ایمان آوردیم، اکنون چیکار میکنی؟ کردن گیر، هر چی میخوای کردن گیر بکن. چون عمر رضی الله عنه دید که خون از روی خواهرش جاری است، از این کارش در حال پشیمان شد و دلش نرم شد. عمر رضی الله عنه و گفت این صحیفه رو به من میده، همون صحیفه‌ای که بود، همون صحیفه‌ای که کمی پیش میخوندید، همون صحیفه رو بر من بدهید تا ببینم که در آن چیست، محمد چی آورده است، چی دارد، چی پیشنهادی دارد. عمر رضی الله عنه سواد داشت و خوانده و نوشتن رو میتوانست. فاطمه رضی الله عنها گفت ما از تو میترسیم، از تو میترسیم که آن را با تو بدهیم. ترسیدن که شاید این را پاره پاره کند یا که نااحترامی کند. قال لا تخافی. عمر این هنگام گفت نترس، نترس.
عمر گفت نترس و به خدایانش سوگند خورد، قسم یاد کرد عمر که صفحه را بعدی خواندن باز میگرداند. بیده من صفحه را بخوانم، سپس اون را به شما باز میگردانم. وقتی این را گفت، فاطمه رضی الله عنها به ایمان آوردن عمر رضی الله عنه امیدوار شد، دلش روشن شد و گفت ای برادرم، تو در شرک هستی، تو در ناپاکی هستی و در حقیقت که این صحیفه را جز پاکان کسی دست نمیزند و تو نمیدی همش. تو مشرک هستی، تو ناپاک هستی، این صحیفه را به تو نمیدهم. این هنگامی که عمر برخاست، رفته غسل کرد و آمد و خواهرش این صحیفه را به او داد، به عمر رضی الله عنه، که در این صحیفه ابتدای سوره طه نوشته شده بود. عمر رضی الله عنه این صحیفه را قرائت کرد، قرائت کردن گرفت. چون یک چند آیاتی از این صحیفه را خواند و گفت این چی سخن زیبا و چی سخن دلکشا و پرشرف است، چی زیبایی دارد، چی لذتی دارد. و حباب ابن عرد رضی الله عنه که در گوشه خانه پنهان شده بود، هنگامی که این سخن را از عمر شنید، بیرون آمد و گفت ای عمر، سوگند به الله من امیدوار هستم، من امید دارم که الله تو را با دعای پیامبرش، با دعای مخصوص پیامبرش هدایت کند. که من این دعا را از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیروز شنیده بودم و رسول الله می گفت ای الله، اسلام را به یکی از این دو مرد که در نظر دوست داشته تر هستند عزیز گردان. پیامبر این دعا را میکرد و خباب بن عرد این را شنید که پیامبر میگفت ای الله، اسلام را به یکی از این دو مرد که در نزد تو دوست داشته تر هست عزیز بگردان، اسلام را قوت بده. به ابوالحکم ابن هشام ابو جهل یا عمر ابن خطاب، پس ای عمر احتیاط کن و اندیشه کن. و این وقت بود که عمر رضی الله عنه گفت ای حباب، مرا نزد محمد صلی الله علیه و سلم راهنمایی کن، مرا نزد او ببر تا اسلام بیاورم، تا اسلام را قبول کنم، اسلام را بپذیرم. حباب رضی الله عنه در این هنگام گفت او در خانه نزد صفا است، با گروه از یارانش در آنجا قرار دارد. این هنگام بود که عمر شمشیر خود را در کمر خود بست و برآمد و روانه شد به سوی این خانه که در آنجا رسول الله صلی الله علیه و سلم با یارانش قرار داشتند. بر آنجا رسید، با قدم‌های پرقوتش به آنجا رسید و بر در خانه زد، در آن خانه را تک تک کرد. شمشیر در کمردنش کشال است. صحابگان کرام صدای عمر را شنیدند. یکی از آنها نزد در آمد، از شکاف در نگریست، نگاه کرد که در آنجا در بیرون در عمر بن خطاب با شمشیر کشال در تنش راست ایستاده است. ترسید و برگشت به پیامبر الله صلی الله علیه و سلم خبر داد. گفت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، عمر در اومده ایستاده است با شمشیر خود. فقال، پس گفت یا رسول الله، ای رسول الله، هذا عمر بن خطاب، این عمر بن خطاب است، متوجها بالسیف، خانه در اومده ایستاده است با شمشیر خود. فقال حمزه ابن عبد المطلب رضی الله عنه، این هنگام حمزه که در اونجا قرار داشت،
حمزه گفت رضی الله عنه اذی له فان کان یرید خیرا، برای اجازه بده، در وی رو بکشو، اگر خیری میخواد، اگر نیکویی میخواد، بذلناه له، گفت اجازه ده تو در آید، بگذار در بکشو تو در آید. حمزه گفت اگر برای خیری آمده باشد خیر رو قبول میکنیم، خیرش رو قبول میکنیم، اگر برای بدی آمده باشد به همین شمشیرش او رو میکشم، با همین شمشیرش او رو میکشیم. گفت پیامبر الله صلی الله علیه و سلم این هنگام فرمود بگذار در آید، در رو بکشو، بگذار در آید. پس آن مرد اجازه داد و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم از جایش برخاست تا به پیشواز عمر رفت، عمر رو پیشواز بگیرد. در حجره با او دوچار شد، با عمر دوچار شد و از جامه او داشت و گریبانش را گرفت و او را برداشت و او را سخت به طرف خود کشید و گفت تو چرا آمدی؟ ای پسر خطاب چرا آمدی؟ چرا آمدی؟ گفت از او پرسیده ایستاده است. ما جاء بك یا ابن خطاب، ای فرزند خطاب تو را چی اینجا آورده است؟ فوالله ما ارى ان تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. و گفت سوگند به الله نمی بینم که تو ایستی، نه که من نمی بینم که تو توقف داری، توقف نکرده ایستاده ای، ایستادن نیستی تا آنکه الله سبحانه و تعالی بلایی بر تو نازل گرداند، بر تو بلایی را بفرستد. عمر گفت ای رسول الله برای ایمان آوردن آمدم، برای تسلیم فرمان الله و رسولش شدن آمدم. ای رسول الله برای ایمان آوردن به الله و پیامبرش و به آنچه که از جانب الله فرستاده شده است نزد تو آمدم. این هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تکبیر گفت الله اکبر، هنگامی که رسول الله تکبیر گفت یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم فهمیدن که عمر اسلام آورده است، عمر اسلام را پذیرفته است. صحابگان کرام چنان شادی شدند که از همدیگر آنها پراکنده شدند، از شادی را، از خرسندی را. دلشان پر از نور شد، پر از عزت شد، قوت گرفتند. زیرا وقتی که اسلام هم با حمزه و با عمر قوی شد همگان آرامش گرفتند، مطمئن بودند که آنها دو محافظ پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهند بود. دیگر کسی نمیتواند، دیگر کسی جرأت نمیکند به نزد پیامبر نزدیک شود. حتی دو قوی ترین اهل مکه اسلام آوردند. با قوت اینها اسلام دارای عزت و توانایی گردید رضی الله عنهم. سپس خبر صحیفه، قصه نوشتن صحیفه، یعنی که سندی محاصره کردن پیامبر با اصحابش. قال ابن اسحاق میگوید فلما رأت قریش ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قد نزلوا بلدا اصابوا به امنا. ابن اسحاق میگوید که وقتی قریشیان دیدن
پیران رسول الله صلی الله علیه و سلم در سرزمین دیگر، در سرزمین حبشه امنیت یافتند و با آرامی آنها زندگی دارند و نجاشی محافظت میکند آنها را، زیر حمایت خود آنها را قرار گرفته است و نگذاشت که این نجاشی از آنها دست رسانده شود. نجاشی نگذاشت. و همچنین عمر رضی الله عنه اسلام آورد و حمزه نیز همراه اوست و با این دو، با عمر و با حمزه، اسلام قوت گرفت و میان قبیله ها پهن شد. و این هنگامی که آنها در شورای مجلس خود جمع شدند، با هم مصلحت کردند. چی مصلحت؟ از برای به فشار آوردن بنی هاشم و بنی مطلب یک عهدنامه در آنجا نوشته کردن، بستند. چی عهدنامه بود این؟ آنها در این عهدنامه نوشته کردند که با آنها ازدواج نکنند، از آنها ازدواج نگیرند، با آنها هیچ معامله رفت آمد نکنند، با آنها هیچ چیز نفروشند و از آنها هیچ چیز نخرند. این گونه عهدنامه را قریش در آن مجلس خود بسته کردند. وقتی که این سخن به آنها، این سخن رو آنها، این صحیفه رو، این سند رو نوشتند، این عهد رو، پیمان رو بستند و این عهد و پیمان رو با سوگند، با قسم خوری مستحکم کردند. سپس این همین عهدنامه، همین صحیفه رو، همین سند رو در داخل کعبه برده آویزان کردند. این اسحاق میگوید که هنگامی که قریش این کار را انجام داد، بنی هاشم و بنی مطلب به نزد ابو طالب پناه بردند. به نزد ابو طالب پناه بردند. و او و هم کسانی که با همراه او بودند در دره ابو طالب جمع شدند. دره را بدادید؟ بله، جمع شدند تا رسول الله صلی الله علیه و سلم را محافظت نمایند، حفظ کنند. تنها ابو لهب پسر عمکش عبدالمطلب از آن خانواده دوری جست، از آن عائله دوری جست و به سوی قریش و به جانب قریش برگشت و گفت، به سوی آنها رفت و آنها را خواست یاری بدهد در این کار. این ابو لهب و این هنگام بودی قریش وقتی که این عهد و پیمان را بستند، در داخل کعبه آن را محکم پیچه زده نگاه داشتند، این مسلمان ها را در این دره ابو طالب که جمع شده بودند، در آنجا آنها را 2 یا 3 سال محاصره کردند. آنها را بر آنها تا آن درجه ظلم‌هایی کردند که یگام چیزی به بنی هاشم نمی رسید، نه از خوراک، نه از پوشاک، نه از هیچ چیزی. زیر محاصره کامل قرار گرفتند، مگر پنهانی با ترس. مگر آن کسانی که پنهانی چیزی کمک کردن می توانستند کمک می کردند. و سپس ذکر ما لقی رسول الله صلی الله علیه و سلم من قومه من الاذى.
سپس ذکر آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از قومش از آزار و رنج و اذیت دید. چون الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو از همه دشمنانش نگاه داشت و عمکش و قومش از بنی هاشم و بنی مطلب او را محافظت کردند، زیر حمایه خود قرار گرفتند صلی الله علیه و سلم رو، و نگذاشتند که قریشیان با او یگام آسیب آزار و اذیتی برسانند، که آنها این دشمنان به مسخره به تمسخر کردن پرداختند. دیگه کار از دستشون نآمد مگر این تمسخر و مسخره کردن. او را صلی الله علیه و سلم دشنام دادند و با او بحث ها میکردند، گفت و شنود ها میکردند. این هنگام قرآن پی در پی برای قریشیان و کارها و دشمنی های آنها نازل میشد، یا درباره افرادی که آشکارا بر ضد او صلی الله علیه و دشمنی میکردند بر آنها قرآن نازل میشد، در شأن آنها، در مذمت آنها. از میان قریشیان آنهایی که نامشان در قرآن ذکر شده است، یکی ابولهب عمکی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و همسرش ام جمیل بنت حرب ابن امیه به نام حمالة الحطب در سوره تبت ذکر شد. حتی الله سبحانه و تعالی حمالة الحطب گفت، یک بردارنده هیزم او را نام گذاشت الله سبحانه و تعالی. ابن هشام میگه که زیرا چنان که بر من رسیده است، آنچه که بر من رسیده است، او انا همین حمالة الحطب ام جمیل بنت حرب همسر ابولهب با پیامبر چی آزارها چی اذیت‌ها را میرسانید. همین حمالة الحطب تیشه خود را با خود گرفته رفته از بیابانها خار جمع کرد، خار می آورد و آنها را در راه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگذاشت تا پایهای رسول الله صلی الله علیه و سلم خونالود شود. همین موقع الله سبحانه و تعالی این آیه های کریمه را نازل کرد: تبت یدا ابی لهب و تب. تبت یدا، هلاک بود هر دو دست ابولهب. ما اغنى عنه ماله و ما کسب، نه مالش نه آنچه که بایگری و سرت دارایی داشت او را سود نرسانید، فایدهش نکرده. سیصلی نارا ذات لهب، او بر آتش خواهد افتید، انداخته خواهد شد. و امرأته حمالة الحطب، و همچنین همسر وی ابولهب و همسرش با آن حزمهایی که داشت میکشاند، آنی با آن حزمهایش فی جیدها حبل من مسد، با آن حزمهایی که در گردنش در رسمانش میانداخته میکشید، با آنها چیز پیچیده است. در جهنم با این گونه خاری ها، با این گونه خار ذلیلی عذاب شکنجه کرده میشوند. و امیه ابن خلف باشد، هرگاه پیامبر الله صلی الله علیه و سلم رو میدید با او مسخره میکرد، با او اظهار نفرت میکرد، تمسخر میزد. پس الله سبحانه و تعالی درباره او این آیات ها رو نازل کرد. این آیات ها رو در شأن این انسان نازل کرد: ویل لکل همزة لمزة الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمة. وای بر هر مسخره کننده و هر عیب جوی
که مال خود را جمع میکنند و آن را میشمارند، حساب کتاب میکنند و گمان میبرند، میپندارند که مال آنها را جاودانه در این دنیا قرار میدهد. نه، هرگز چنین نیست. البته که او در آتش شعله‌ور انداخته خواهد شد. در سوره همزه آیت 1-4. و ابو جهل ابن هشام باشد، ابن هشام میگوید چنان که به من رسیده است، به رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقت روبرو میشد میگفت: ای محمد، سوگند به الله، یا تو از دشنام خدایان ما خود را باز می‌داری، یا من نیز آن خدایت را نیز. این ابو جهل که ابوالحکمش میگفتن، ابوالحکم میگفت: ای محمد، سوگند به الله، یا تو از دشنام خدایان ما باز میمانی، یعنی که تو خدایان ما رو دشنام نمیدهی، یعنی که تو از دشنام خدایان ما اگر تو باز بمانی، یعنی ما خدایان تو رو میپرستیم، عبادت میکنیم. اگر از دشنام باز نداری، ما نیز دشنام میدهیم. و این هنگامی که الله سبحانه و تعالی درباره او چنین آیات ها را نازل کرد: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. یعنی فرمود که دشنام ندهید آن کسانی رو که غیر الله را عبادت میکنند، که آنها چیز الله را دشنام بدهند. یعنی که آن کسانی که غیر الله را عبادت میکنند، نه خدایان آنها را دشنام بدهید، نه آنها را دشنام بدهید، تا که آنها این سبب نشود اینا الله را دشنام بدهند. این آیت نازل شد. بعد سپس از روی دشمنی و نادانی الله را دشنام بدهند گفت الله سبحانه و تعالی. از این هنگام بود که پیامبر الله سبحانه و تعالی بعد از نازل شدن این آیه کریمه دیگر بت‌های آنها را دشنام نداد، بلکه همه آنها را به سوی ایمان و اسلام و یکتاپرستی دعوت نمود. همه آنها را به سوی این دعوت کرد. و نضر ابن حارث باشد، هرگاه پیامبر الله صلی الله علیه و سلم می نشست و مردم رو به سوی الله دعوت میکرد و مردم رو به سوی خواندن قرآن، شنواندن قرآن ترغیب میکرد و مردم رو رسول الله صلی الله علیه و سلم از سرنوشت امتان پیشین میترسانید، او این نضر ابن حارث از بیرون رفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم، هنگامی که بیرون میرفتن وی می نشست. و قصه های دروغین فارسی ها را، پادشاهان فارس را، به مثل رستم، اسفندیار و پادشاهان فارس نقل میکرد. این نضر ابن حارث بعد آنکه پیامبر به اتمام رسانید، این خبیث آماده این کار را انجام داد. یعنی که مردم از راه حق بزند. یعنی و می گفت که قسم به الله سخنان من از سخنان محمد بهتر است. هرچی او می آورد جز از افسانه های پیشینی نیست، قصه های پیشینی نیست که آن را نوشته است و می خواند مثل من موری. مردم را از راه حق می زد. و الله سبحانه و تعالی درباره او این آیه ها را از سوره فرقان نازل کرد. قالوا اساطیر الاولین. آنها گفتند که این
تنها افسانه های پیشینیان است که آنها را نوشته است و صبح و شام اینها را میخواند. و بگو آنها را کسی که نازل کرده است که هر سیر رو در آسمان و زمین میدوند. یکی الله با سوی پیامبر گفت بر اینا خبر بده آن کسی که این آیات ها را نازل کرده است هر سیر رو در آسمان و زمین میدوند و الله سبحانه و تعالی آمرزنده و مهربان است. و همچنین نازل شد این آیه کریمه و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. درباره امیه ابن خلف این آیه هم نازل شد که کافران نزدیک بود که با نگاهی خشمالود خشمگین نظر میکردن، که با چشمهانشون میخواستن تو رو بغلطونند، تو رو شکست بدهند. و هنگامی که این ذکر و این قرآن رو شنیدن میگفتن او دیوانه است، انه لمجنون، او دیوانه است. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی نازل شد و اذا تتلى علیه آیاتنا ولوا مستکبرا. هنگامی که وای بر آن نفرانی که هنگامی که آیه های قرآن بر آنها تلاوت می شود آنها روی میگردانند، پوش میگردانند، سرکشی میکنند گویا که نشنیدند و برای آنها عذاب علیمی بود. و بشرهم بعذاب علیم، برای آنها بشارت بده عذاب سختی را، عذاب دوچندی را. قال ابن اسحاق میگوید که اخنس ابن شریق که از خلیفه های بنی زهره بود، سوره قلم آیت 51 و سوره جاثیه آیت 7 و 8 این آیه ها در شأن امیه ابن خلف نازل شدند. و ابن اسحاق میگوید که اخنس ابن شریق خلیفه بین زهره که خلیفه بنی زهره بود، یک مرد آبرومند بود، یک مرد سخنور و سخنگو بود. گاهی از رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی بر او مسخره میکرد و سخنان رسول الله را رد میکرد. پس الله سبحانه و تعالی درباره او این آیات را از سوره قلم 10 و 16 نازل کرد که الله فرمود ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنیم. این آیه ها در شأن این کس نازل شد که فرمود از هر کسی بسیار سوگندخور و خار شده و عیبجوی و فتنه انگیز، منع کننده از خیر، منع کننده از خیر سخاوت، تجاوزکار و دغل و بدنام دور کن خود را. نسبت او این سخنها این آیات نازل شد و فرمود که ما او را با بینیش داغ میکنیم، نه که بس از او میرسیم. سپس ولید ابن مغیره این آیات قرآن از آیات زخرف آیات 31 و 32 این آیات قرآن بر محمد نازل می شود. ولید ابن مغیره گفته ایساده است، میگوید که این آیات قرآن بر محمد نازل می شود و من بزرگی قریش و سرداری آن را نادیده میمانم، از بزرگی قریش. و همچنین ابو مسعود و عمر ابن امیره بزرگ ثقیف
میفرماید که ما دو بزرگ و دو شهریم، مکه و طائف. همین ولید مغیره میگوید. پس الله تعالی درباره او هنگامی که من پرسیدم نازل شد، یک آیه قرآن نازل درباره بود. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظیم. میگوید که الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه چرا این قرآن به سوی مرد از دو شهر بزرگ نازل نشد؟ آیا آنها رحمت پروردگارت را تقسیم کنند؟ و فرمود که ما روزی آنها را در زندگی دنیوی تقسیم کردیم در سوره زخرف. سپس ابی ابن خلف و عقبه ابن ابی معید، ابی ابن خلف و عقبه ابن ابی معید که دوستان نزدیک بودند با هم دیگر، روز عقبه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست و سخنان او را شنید. وقتی که عقبه دریافت و گفت آیا درست است که تو با محمد نشستی؟ یعنی که ابی ابن خلف و عقبه ابن ابی معید که دوستی همدیگر بودند، وقتی که عقبه در نزد پیامبر نشست و سخنان او را گوش کرد، عقبه ابن ابی معید بر او گفت آیا درست است که تو با محمد نشستی و از او شنیده ای؟ و از او پرسید سوگند میخورم که اگر باز به نزد او رفته در رویش توف نه اندازی هرگز با تو سخن نمیگویم. این دوست با سوی دوستش این سخن رو گفت و این عقبه لعنت الله بر او بود این کار رو انجام داد. و این هنگامی که الله سبحانه و تعالی آیه های فرقان آیت 27-29 را در شأن او نازل کرد. و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی، آن روز، آن هنگام، روز قیامت، آن ستمگار دستان خود را میگزد و میگوید ای کاش که راه رسول را میگرفتم، چون این از آن دوستش پیروی کرده بود. اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من رسول را، این پیامبر را دوست میگرفتم. یا لیتنی، ای وای بر من، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من آن فلانی را دوست خود نمیگرفتم. این آیه کریمه بر ما هشدار میدهد، آگاه میدهد که در این دنیا تو با کی دوست هستی. و در شأن این متکبران خبیث نازل شد، چون دوست همنشین، اگر همنشین بعد باشد العیاذ بالله تو را به سوی کفر و شرک جهنم میبرد، که در آن روز میگویی مثل انامین عتبه یا لیتنی، ای وای بر من، لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من فلانی رو خلیل دوست خود نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر، بدروسی که این دوست من را از راه حق، از قرآن و سنت دور کرد، زد، گمراه هم کرد. بعد اذ جاءنی، بعد آنه که این حق برای من رسید، من را از راه حق این دوستان بعد گمراه کرد. برای همین امروز اهل بدعتکاران هر طایفه در قلب تو نش میزنن، از راه حق تو را باز میدارن. برای همین در انتخاب باید بدونی که با کی همصحبت هستی، با کی همنشین هستی، با کی دوست هستی. نباشد که در روز قیامت پناه به سوی الله این سخن راهی از جانب بعضی از مردم هم ببراید، پناه به سوی الله. برای همین بسیار آگاه هوشیار باشید برادران و خواهران گرامی. سپس ابی ابن خلف نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم با استخوانی که پوسیده بود آمد و گفت ای محمد، تو دعوا میکنی که الله این را بعد از آن که پوسیده است، پاره شده است، زنده میگرداند؟ سپس این استخوان را گرفت در دست خود میده کرد، پوسیده بود. این ابی ابن خلف
این رو معیده کرده دست خود و این سخن را گفت. تو گمان میبری که این رو الله در روز قیامت زنده میکند بار دیگر؟ و اون رو به طرف شمال حواله کرد، این پوسیده رو هنگامی در دستش را مثل خاک کرد و سوی پیامبر حوالش کرد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، این هنگام بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت نعم، بله بله، من چنین میگویم الله هم او را و هم تو را پس از آن که چنین میشوی زنده میگرداند. تحقیرش کرد با همچنین پیامبر صلی الله علیه و و آن هنگام وقتی که زنده میشه تو را الله سبحانه و تعالی در داخل جهنم میافکند، در جهنم تو را میپرتاید. این هنگامی که الله سبحانه و تعالی درباره او این آیات ها را نازل کرد. و ضرب لنا مثلا نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. در سوره یاسین میفرماید که او برای ما مثال آورد، سپس آفرینش خودش را فراموش میکند. همین ابی ابن خلف، الله برای این مثال آورد که آفرینش خودش را فراموش کرده بود. میگوید که کی میتواند این استخوان‌ها را، استخوان پوسیده را بار دیگر زنده بگرداند؟ بگو ای محمد بر آن، قل بگو یحییها الذی انشأها اول مره. بگو ای محمد بر این متکبران، همون کسی که آنها را زنده می سازد که بار اول از نیستی آن را زنده کرده بود، ایجاد کرده بود. و هو بكل خلق علیم، و او پروردگار بر هر چیز، به هر آفرینش دانا است. این بود بعضی از قسمت‌های از این سرکشان، از این طاغوتانی که نسبت پیامبر الله صلی الله علیه و این گونه شکنجه ها و ستیزه های داشتند. الله سبحانه و تعالی همه ما رو توفیق بدهد که از اهل خیر باشیم، از اهل سعادت باشیم، از اهل شر ما و شما رو در حفظ پناهش نگاه بدارد و توفیق بدهد که همیشه با اهل خیر باشیم، با اهل سعادت باشیم. و درستی هر کسی که اهل خیر رو در این دنیا اگر انتخاب کرد و این نجات و کامیابی و سعادتمندی رو انتخاب می‌نماید. و هر کسی که اگر که از راه حق که قرآن و سنت است اگر از آن دست کشید، سپس با فهمی سلف امت اگر دست کشید، وای راه هلاکت رو انتخاب می‌نماید. در اینجا از این کتاب مبارک از سیرت پیامبر صلی الله علیه و درس را به اتمام می‌رسانیم. اگر یگان سوالات باشد، یگان گفتنی اگر داشته باشید، مرحمت کنید، به سوالات شما گوش می‌دهیم. یگان کسی اگر یگان گفتنی داشته باشد، یگان سوال باشد، یگان سوال پیدا داشته باشد، مرحمت کنید. هست یگان کسی یگان سوال دارد؟ کامنت شدگی است. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أنتم بخير. لدي سؤال لم أتمكن من إرسال رسالة خاصة بزبان تاجیکی. سوالی نخی برادر، لازم نیست که مثلا نشان دادن که ما زبان تاجیکی جمع تاجیک است، بزبان تاجیکی سوال بفرستید. زبان عربی بر شیخ و بر بگم طالب علمای عرب به زبان عربی سوال بفرستید. نمیدونم مقصد چی هستند. لازم نیست به زبان روسی فرستند، به زبان عربی فرستندن. أود أن أوضح لأقوال العلماء حول أن أبو يعلى ابن سينا كان ملحدا. معلوم است أبو يعلى ابن سينا بلک ملحد بودند، این معلوم است. و زبان تاجیکی سوال که برادر، زبان عربی در کار نیست. کسی سوال دارد؟
اگر سوال باشه اینجا بنویسید. من اینجا من کامنت شدگی هستم، در کامنت بنویسید سوالتون. اگر نباشد ما درس دومی که با همراهی شما داریم از کتاب لمعة الاعتقاد هادی الی سبیل الرشاد، از این کتاب با همراهی شما میگیریم ان شاء الله. از این کتاب مبارک ما دیروز با همراهی شما در بیان صفات الله سبحانه و تعالی صحبت کرده بودیم که در بیان توحید اسما و صفات، در بیان توحید اسما و صفات و در بیان صفات الله سبحانه و تعالی ما دیروز گفتیم صفات الله به چند قسم می شود. کی میگوید؟ از کسانی که دیروز در درس حضور داشتن کی میگوید صفات الله به چند قسم است؟ کسی اگر بداند جواب دهد. بله بر دو قسم بود. کدام بودن؟ بر دو قسمت کدام بودن؟ ذاتی نه، ذاتی نه، اول ثبوتی بود و سلبی بود. ثبوتی و سلبی بود، ثابت شده و نفی شده. اما بعد ثبوتی را گفتیم چند قسم می شود؟ ثبوتی دو قسم می شود. انا اینجا بعد ذاتی می شود، بعد فعلی می شود. ذاتی می شود و فعلی می شود. همین گونه درست گفتم؟ بله خیر. از کتاب لمعة الاعتقاد که دیروز ما با همراهی شمایان گرفتیم در بیان صفات الله سبحانه و تعالی گفتیم. اینجا سخن یک چند قاعده را گفته بود. بله ثبوتی و سلبی. احسن. گفتیم ثبوتی آنچه که ثابت شده است، چیزی که الله سبحانه و تعالی به خود ثابت کرده است با معنی حیات، دانش، قدرت. اما صفات سلبی منفی، آنچه که الله سبحانه و تعالی از خود او را دور کرده است، منع کرده است، مانند ظلم، بی‌عدالتی. و گفتیم که صفت‌های ثبوتی بر دو نوع است. صفت‌های ذاتی، وقتی صفت‌های ذاتی آن صفت‌هایی هستند که الله آن را با خود وصف کرده است، و مثل سمع، شنوایی، بصر، بینایی. اما صفت‌های فعلی باشد، گفتیم آن صفت‌هایی است که با اراده و مشیت الله سبحانه و تعالی است. اگر خود آن را انجام میده، اگر نخواد آن را انجام نمیدهد. مانند چیز آمدن الله سبحانه و تعالی و استوای الله سبحانه و تعالی و گفتار سخن الله، کلام الله سبحانه و تعالی، گفتن الله سبحانه و تعالی، گفتار الله سبحانه و تعالی. و همچنین ما در نقطه آخر در اینجا گفته بودیم که قاعده های عمومی در جواب به آنهایی که میگویند رد میکنند صفات الله را. اولا گفتیم گفته آنها، کسانی که صفات الله را انکار مینمایند، رد مینمایند یا که تعویل مینمایند، مقابل ظاهری نصوص قرآن و سنت است. مخالفت مینماید گفته آنها این را. دوم مخالفی گفته سلف صالح، صحابگان کرام و تابعین و کسانی که از آنها به احسان پیروی کردن است. و سوم گفتن هیچ دلیل بر این ندارند بجز عقل خود، تکیه به عقل خود، نه دلیل از کتاب الله دارند، نه دلیل از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. از هیچ کس دلیل ندارند. بارک الله فیکم. اما امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی ما در این کتاب داخل میشویم. در این کتاب مبارک ما داخل میشویم. از سوال جواب دهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر، همین آدمایی را که میگویی سنت را و قرآن را پیروی کنید، نماز میخوانند در اینترنت ها یا یک حیثی شب می ایستند که اینا تماشا میکنند. الله سبحانه و تعالی و علیکم السلام و رحمت الله. الله سبحانه و تعالی همه ما را برای راست هدایت نماید. هر کسی هر گناهی دارد، هر کسی هر گناهی را انجام میدهد. گناهان ما اگرچه که در نزد همدیگر نمایان نباشد، که در نزد الله سبحانه و تعالی نمایان است. اگر کسی گناهی میکند
به درستی که با آن گناهش میرسد. الله سبحانه و تعالی آن را با آن گناهش حتما جزا یا که جوابش رو خواهد داد. اگر کاری خیر رو انجام دادی حتما به کاری خیرت میرسی، اگر کاری بد انجام دادی حتما به کاری بدت میرسی. پس هر کس از اعمال خود پرسیده می شود. پس آن کسی که این کار انجام میدهد شب‌های در روز فقط اینترنت تماشا میکند، فیلم تماشا میکند و با آن گناه و معصیتی که دچار شده است موافق هم اعمال جوابگری داره و جواب میدهد. و این در برگیرنده آن است که وی بگیم که خبیث باشد یا پلید باشد یا گمراه و گمنام باشد، بلکه یک بنده مؤمن است که از کتاب الله سبحانه و تعالی و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله پیروی که در بعضی از گناهان چیز گرفتار شده است، در بعضی از مصیبت ها گرفتار شده است که این مصیبت های هستند که انسان را در روز قیامت سبب عذابش میگردند. الله سبحانه و تعالی از این مصیبت ها ما و شما را در پناه عصمتش نگاه بدارد و حفظ حمایت نماید. امروز برادران گرامی و خواهران گرامی قدر باشد، با همراهی شمایان با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی از این کتاب مبارک، از این کتابی که فعلا خواندن این برای انسان لذت بخش است، کتاب لمعت الاعتقاد هادی الی سبیل الرشاد از ابن قدامه مقدسی، شیخ امام و عالم موفق الدین عبدالله ابن احمد ابن قدامه المقدسی رحمه الله تعالی می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. الحمد لله المحمود بكل لسان. حمد و ستایش الله را که با زبانهای گوناگون ستایش می شود. حمد و ستایش الله را که با زبانهای گوناگون سپاس و ستایش می شود. المعبود فی کل زمان، آن پروردگاری که در هر دور و زمان معبود است، اطاعت می شود. الذی لا یخلو من علمه مکان، آن پروردگاری که از علمش هیچ مکان خالی نمی ماند. ولا یشغله شأن عن شأن، آن پروردگار که هیچ شأن او را از دیگرش پریشان نمی سازد. جل عن اشباء والانداد، اینکه او سبحانه و تعالی نید، شبیه و مانند ندارد و بالاتر از هر چیز هم دیده است و از یاران و فرزندان هم گرفتن بالاتر است، و نفذ حکمه فی جمیع العباد، و آنکه حکم خود را در همه بنده ها اجرا میکند. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیز مانند او نیست و او سبحانه و تعالی شنوا و بیناست. سوره شورا آیت 11. له الاسماء الحسنى، او سبحانه و تعالی دارای نامهای حسنا، دارای نامهای حسنا است. و صفات العلا، و دارای صفتهای عالی هست. الرحمن علی العرش استوى، رحمان الله متعال، الله مهربان بر عرش استوا دارد. می‌فرماید که الله بر عرش استوا دارد، این آیه کریمه را می‌آورد. این صفت لایق و جلال و عظمت او سبحانه و تعالی است و صفتهای او سبحانه و تعالی به هیچ مخلوقاتش مانندی ندارد و بیان این صفات الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیت 54 ذکر شده است. الله می‌فرماید: له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری، از آن اوست آنچه در آسمان ها و زمین است و آنچه که میان آنهاست و آنچه که در زیر خاک است. و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفی،
و ای رسول اگر سخنی بلند بگویی یا اگر سخن پنهان و پس بگویی، او سخن پنهان و آشکارا میدوند و میشنود. سوره طه آیه 5 و 7. احاط بكل شيء علما، و الله سبحانه و تعالی به هر چیز با دانش خود احاطه کرده است. هر چیزی را با دانش خود احاطه کرده است. و قهر كل مخلوق عزة و حکما، و به هر موجود آفریده شده با عزت و حکمش غالب آمده است. و واسع كل شيء رحمة و علما، و او سبحانه و تعالی هر چیز را با رحمت و با دانش خود فرا گرفته است. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما. الله هرچی را در پیش روی آنهاست از امر قیامت و هرچی را در پشت سر امر می‌داند و سبحانه و تعالی را در بر نمیگیرد. ولا یحیطون به علما، انسان ها الله را در بر تصدق میفرماید ابن القیم موصوف بما وصف به نفسه في فيه العظيم على لسان نبی کریم. او توصیف یعنی وصف شده است به آنچه در کتاب بزرگ خود قرآن وصف کرده است، وصف نموده است و در زبان پیامبر کریمش صلی الله علیه و سلم ذکر کرده. اما مسلمین میاد گفتیم کتاب لغت الاعتقاد قلب به معنای گوناگون میاد. معنی مانندی اعمالات بزرگ استفاده می شود. یکی مغز باید بگیم کمال اعتقاد اگر آن با واقع